خداحافظی یک از بهترین های کرکت دنیا. برای دیدن ویدیوهای بیشتر یوتیوب ما سابسکرایب نموده ما صفحات اجتماعی دنبال کنید. محمد نبی ساحل کاپیتان اسبق تیم ملی کرکت افغانستان در یک مصاحبه جدیدش گفته است که بعد از جام قهرمانان شورای بین المللی کرکت از تیم ملی افغانستان خداحافظی میکند. این کرکتر افغان روز چهارشنبه 16 مغرب موفق شد که برابر تیم بنگلادش 89 دویش کسب کند و نقش زیادی در پیروزی افغانستان ایفا کرد. بعد از آن بار بخش رسانه‌ای برد کرکت افغانستان مصاحبه ویدیویی داشت که در آن از خداحافظیش بعد از جام قهرمانان سال 2025 گفته است. جام قهرمانان شورای بین المللی کرکت قرار است که به تاریخ اول ماه هود با اشتراک 8 تیم برتر جهان به میزبانی پاکستان آغاز شود الا 19 هود ادامه خواهد داشت. محمد نبی ساحل مشهور با آقای رئیس است. تنها کرکتر افغان است که توانسته تیم‌های 45 کشور در رقابت‌های کرکت شکست بدهد. وی همچنان اولین کرکتر افغان است که توانسته به لیگ برتر کرکت بنگلادش را یابد. قبلا چندین سال کاپیتانی تیم ملی کرکت افغانستان را به عهده داشت. محمد نبی ساحل ماه جدی 1403 هجری شمسی 40 ساله می شود. برنامه خداحافظیش را ماه هود در نظر دارد.